امروز دلیر چه حال دارد من نمیدونم، ولی امروز از امروز اعتبارا من دیگر نمیگویم که تهدید نشدم و تهدید نمیشوم، چون تهدید شدم الکی. تهدید به شکستن، تهدید به ریختن، تهدید به تهخانه رفتن. از این مرا ترس دادند، دست درازی کردند. یک شهر دیگر را در زیر نواری یوتیوبی پیدا کردم. این بدبخت کی است خودش؟ ولی اگر در حقیقت این بدبخت در پس پنجره به یک نفر بازداشت شده دست داشته باشد، این جای نگرانی است. این جای نگرانی است که این گونه بدبختان در مقامات قدرتی کار میکنند. وقتی که نسبت یک شهروند تهدید میکنند، نسبت یک شهروند میگویند که در پس پنجره فلانت میکنیم، البته این معنی آن را دارد که خیانت این گونه افرادی که در مقامات کار میکنند نسبت به دولت و حکومت صدها مراتب زیادتر است. وقتی که میخواهند با ترس، با تهدید، با زوری یک کسی را از فعالیت کسبی خیش باز بدارند. عجب رسمی بوده. توکلتون بر خدا، سخن زیاد نمیکنم. از امروز اعتبارا من نگفتم، دیگر نمیگویم که تهدید نشدم، تهدید نمیشوم. امروز ترس داده ایستادم که بعد از دلیر نوبتی تو است. خاموش باش. ما این را خوب درک میکنیم و هر کاری کردیم فقط برای اصلاح کمبودی های جامعه است، تا مردم بتوانند از کمبودی ها رو بتابند، رو به بهبودی آورند. ما نید آزادانه فعالیت کسبی خود را انجام دهیم. وگرنه اگر شما از حکم قانون بالاترید، اگر شما از حکم قانون دیده زوری خود را بالاتر میدانید، پس ببرید، بزنید، بکشید، پشت پنجره پرتایید. روزنامه‌نگار پشت و پناه ندارد امروز در جامعه ما. روزنامه‌نگار یک فرد بی سر و بی پا و بی صاحب است. تهدیدهایی که شد، این نشانی آن است که خیانتکاران در داخل دولت باز هم تیشه بر ریشه این دولت و ملت میزنند. با شما خداحافظی میکنم، سخن زیاد دیگر نیست. خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشد. در حق ما و برادران ما دعا کنید.